این مرد لبنانی یک آشپزخانه مجازی 1 میلیارد دلاری ساخته که اگر میخواهید بدانید آشپزخانه مجازی چیست باید با محمد بلوط بنیانگذار کیتوپی آشنا شوید. قبل از کیتوپی محمد بی ان بی را راه اندازی کرد. یکی از بزرگترین کسب کارهای شیرینی فروشی در خاورمیانه بود که فهمید کسب کارهای غذایی به سختی میتواند تجارتشان را گسترش دهند. پس با دوست ایرانیش سامان دارکان کارآفرین شرکت‌های فناوری ایده یک شرکت آشپزخانه مجازی را مطرح کرد. آنها با دو دوست دیگرشان بدر عطایا بنیانگذاران سایت فروش مومز ورلد و اندرس آرناس مؤسس یک شرکت غذایی دریایی یک تیم شدند و کیتوپی را در سال 1396 راه اندازی کردند. اولین آشپزخانه مجازی در خاورمیانه. کیتوپی به رستوران ها این قابلیت را می دهد که با یک اپلیکیشن با آشپزخانه و کارکنانی که با پیشرفت‌ترین فناوری و پخت و پز دست پیدا کنند. کارکنان کیتوپی تکنیک های مختلف آشپزی را از سرتاسر جهان یاد گرفتند. با این کار موفق شدند بیش از 200 برند و 300 آشپزخانه در سرتاسر خاورمیانه سرویس دهند. آنها در سال 2022 کرونا که آمد تیم شاپ کیتوپی را راه اندازی کردند تا مواد غذایی ضروری را کمتر از 90 دقیقه به مشتریان تحویل دهند. در سال 1402 ارزش کیتوپی در کمتر از 3 سال به بیش از 1 میلیارد دلار رسید و تبدیل به سریعترین حامان سعادت منطقه شد.